آی بنازم به مقاومت شیرای دربند اوین و خانواده های پردلشون که سید علی وافور و شیخ فری رو بدجوری تو مخمسه انداختن. ولی فقیه زهر خورده از ترس گل گرفتن این آتیش تیریشو مأمور کرد تا زود تند سریع یه فیلم آبگوشتی درست کنه. تصاویر مستند و دست اولی از اتفاقات روز پنجشنبه بند 350 زندان اوین به دستمون رسیده. بند 350 که در شبکه‌های ضد انقلاب برای چند روز حسابی رو بورس بود، اما به یک باره از سکه افتاد. از سکه افتاد؟ به همین خیال باش. اونی که از سکه افتاده ولی فقیه درب و داغون توه که مثل حیوان نجیب تو گل این داستان گیر کرده. طبق آیین‌نامه بازرسی‌های معمول باید صورت گیرد و زندانیان باید اتاقها را ترک کنند. اما تعدادی از ساکنان دو اتاق علیرغم تاکیدات و درخواست‌های مکرر مسئولین از این عمل سر باز می‌زنند. به دنبال این تمرد توسط تعدادی از زندانیان، ماموران در راستای اجرای قانون در کمال آرامش این افراد را به خارج از اتاق جابجا می‌کنند. احترام گذاشته. بفرمایید. خب بفرمایید آقا. بفرمایید. بودنشون. یا علی. عجب. پس در کمال آرامش بوده ها؟ سوالی که پیش میاد اینه که چه آرامشی بوده که حتی صدای ورق پاره‌های حکومتی رو هم در آورده؟ لااقل وقتی میخواید خالی ببندید قبلش یه نگاهی به روزنامه‌های خودتون بندازین. این که دیگه رسانه‌های ضد نظام نیست که. اخبار و شایعات که طی چند روز اخیر نقل محافل خبری و رسانه‌های مکتوب و مجازی شده مشخص کرد که اصل برخورد با زندانیان صحت داشته. همه می‌دانیم که کشور طی سالهای گذشته از تندروی‌ها به شدت آسیب دیده و بزرگترین آسیب نیز آسیبی است که به اعتماد عمومی وارد شده است. آنچه در ماجرای بند 350 اوین رخ داد نمونه ای از این تندروی هاست که می توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاری برای اتهام زنی علیه نظام تبدیل نشود. اولین تناقض‌گویی رو داشته باشید تا بریم سراغ ادامه فیلم مستند و بسیار واقعی تیبریش از حمله فحوش ولایت به بند 350 اوین که هیچ قصدی جز گرفتن وسایل غیر قانونی نداشتن. هرچه بازرسی ها بیشتر می شود، عده‌ای که احساس خطر می کنند که هر لحظه امکان دارد وسایل و ابزارالات غیر قانونی آنها کشف شود، اقدام به التهاب آفرینی و حطاکی و تخریب اموال زندان می کنند. در این تصویر هم مشهود است افراد زندانی که شیشه درب را شکسته‌اند علیرغم هشدارهای مامورین برای جلوگیری از جراحت در اثر برخورد دستهایشان با خرد شیشه ها کماکان اقدام به تشنج می‌کنند. و یا در این تصویر که یکی از مجرمین خرد شیشه ها را به سمت مامورین پرت می‌کند. وای، آدم دلش واسه این مامورا کباب می‌خواد. طفلیا نه تنها نگران دست و پای زندانیا بودن بلکه شیشه هم به سمتشون پرت شده. آقا اینا رو به جای مأمور زندان باید پرستار خانه سالمندان میکردن. این سرتشتک کل زندانای خامنه‌ایه که تلاش میکنه با نیش بازش بگه خیلی خون سرده و با اوضاع مسلطه. همکاران ما هم این صبوری و خویشتن‌داری رو به خرج دادند، اما از ناحیه این افراد هم مقاومت و ممانعت در انجام بازرسی، هم حطاکی و جسارت و هم تخریب، شکستن شیشه، شکستن در، با این قبیل اقدامات از ناحیه
اونها مواجه شدیم، به ویژه موقعی که با انجام بخشی از بازرسی، چون اینها اکثرشون داخل هواخوری بودن، از اونجا هم پنجره بود و اشراف داشتن به داخل مجموعه، دیدند که برخی از اقلامی که اینها مخفی کرده اند و فکر می‌کردند شاید این اقلام، عرض کنم خدمتتون، که کشف نشود و برملا نشود، این اقلام یکی بعد از دیگری داره کشف میشه، تعداد کشفیات عرض کنم خدمتتون که قابل توجه میشه. یه مقدار اینها حساسیت‌های خودشون رو افزایش دادن و تحرکات خودشون رو افزایش دادن، اما همونطور که اشاره کردم با خویشتن‌داری همکارانمون و با تدبیری که انجام شده بود این کار صورت گرفت. تدبیر صورت گرفت؟ یه مش پاسدار وحشی کپ کرده رو انداختی به جون زندانیای دست بسته، بعد اسمشو میذاری تدبیر؟ این دفعه از رؤسای اندرزگاه هامون، از مأمورین بازرسیمون، از اینها استفاده کردیم و البته ما عموم پرسنل ما لباس شخصی دارن، لباس بجز یگانمون که مأمور حفاظت فیزیکی و مأمور اعزام و بدرقه است، کسی لباس فرم نداره. اصلا حرف اولی که زدن گفتن آقا لباس شخصی ها اومدن. ببند اون نیش تو که بد جوری سوتی دادی. تو که به اعصابت مسلط نیستی بی خود میکنی میای جلوی دوربین. هیچی دیگه، مأموریت‌های مخفی لباس شخصی‌های عظما رو هم لو دادی. خب حالا که تا اینجا اومدی، درد اصلی ولی فقیر رو هم لو بده ببینیم دردش چیه. دیدیم اینا تماسا برای تماسای با خانه و خانواده و همسر و فرزندان نیست، بیشتر تماس‌های با عرض کنم خدمتتون که سرشبکه‌ها و سرپل‌های نفاق، ارتباط با شبکه‌های ضد انقلاب به لحاظ شماره‌های ارتباطی که کشف شده. آها، حقا که دست گذاشتی رو اثناعشر ولی فقیر. خامنه‌ای از همین ارتباطه که وحشت داره، همینه که سیدعلی رو پخش زمین کرده. خب دیگه تمومه؟ دیگه سیریشی، بتونه‌ای، چیزی نداری به چسبونی؟ از شکستن جمجمه و از عرض کنم خدمتون که بی اطلاع بودن و از شکستن دست و پا و آسیب‌های متعدد شروع کردن، اما کم کم وقتی که عکس العمل ما رو دیدن که اینها کسی که میگفتن مثلا جمجمش ترکیده، زنگ زد به خانواده‌اش صحبت کرد، گفت نگران من نباشید، من چیزیم نیست. عرض کنم خدمتتون که یا کسانی که ادعا میکردن دست و پا شکسته است، خوب این دست و پای شکسته بایستی یه جایی برای این موضوع مستندی ارائه بشه، مستند نداشتن، کم کم افول پیدا کرده. آقا این هاپو کمار با این حرفش دیگه جای هیچ حرف و استدلالی رو باقی نذاشت. زندانی رو بردن با خانواده‌ش هم صحبت کرده. حالا که اینطوره پس مصاحبه یکی از این خانواده ها رو هم گوش بدیم که دیگه ته پرونده بسته بشه. خانواده‌شون که رفتن ملاقات، کلا خانواده‌ها انتقاد دادن که تمام بچه‌ها زخمی بودن و مورد ضرر شدت شدید قرار گرفتن، اهانت شده بهشون. اتاق یک اینجا بیشتر از بچه‌ها سازمان مجاهدین هست که انگار فقط به قصد کشت اینا اومده بودن، یعنی یه جوری اینا رو زدن با دستبند و پابند روی پله‌ها تو این تونلی که درست کرده بودن می‌زدن، انگار خودشون هیچ یادشون نمیاد. سری اول که از ملاقات برگشتن بدون همه زردشت و همه این چیزایی که تمام زمین سازا کن بدونیم دوستشون امروز که این دروغ بوده رو همشون بدون استثنا. بنده موشکاف تو این فیلمی که تیوی ریش پخش کرد خیلی چیزا رو دیدم. هم مقاومت شیرای دربند اوین رو دیدم، هم ترس سیدعلی رو دیدم، هم بلایی که این زرسر ولی فقیه آورده رو دیدم، هم دراز شدن شیخ فری رو دیدم. ببینم شما هم اینایی که من دیدم و دیدید؟ خب معلومه که دیدید. ماشاءالله دیگه همتون یه پا موشکافین. موشکاف